سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد حامدیان هستم. خوش اومدید به کانال تریدیز اینوست. ما قراره اینجا تحلیل بیت کوین داشته باشیم، ببینیم که چه اتفاقاتی براش افتاده. لطفاً لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتون نشه. مرسی از اینکه منو ساپورت میکنید. خب دوستان، همونطور که میبینیم در تایم فریم دیلی ما دیروز یه حرکت صعودی رو داشتیم و تقریبا حدود فکر کنم اینجا بودیم و تقریبا حدود 4% قیمت به سمت بالا رفت. همونطور که میبینی من اینجا حدس میزدم که شروع باشه حرکت صعودی بیت کوین و این اتفاق هم افتاد. البته یه سناریو دیگه هم بود، اینکه بیاد پایین اینجا جمع بشه و بعد از اینجا طی 2 روز آینده بره بالا، ولی این حرکت رو انجام داده که اومده بالا و به یه مقاومت مهمی که تو این ناحیه داشته برخورد کرده. ما اینجا یه کانالی تشکیل داده بودیم توی این نقطه و داریم وارد این کانال میشیم. کانال هولوش 66 67 هست که حدود 66 و 200 تا هولوش 67 هست این کانال. اومدیم وارد این کانال شدیم ببینیم که چجوری قراره که اینو بشکنیم و به سمت بالا بریم. اینجا چه پوزیشنی میشه گرفت، چه کاری میشه کرد؟ اونم اینه که من اگه باشم و اگه بخوام اینجا پوزیشن بگیرم، اینجا قطعا پوزیشن لانگ میگیرم و بذاریم بهتون نشون بدم که با چه استاپلاسی. اینجا ممکنه استاپلاس بخورید چون وارد ابر شده و روی مقاومت قرار داره، ولی به ریسکش به نظر من میارزه که اینجا وارد شد. ریسک ریوارد خوبی میتونید ازش بگیرید. حالا من ریسک رو یه مقدار کم میکنم. این حدود اینجا اگه پایین کانال در نظر بگیریم، پایین ابر هیچی رو در نظر بگیریم، میتونه بیت کوین تا اینجا فعلا بالا بیاد، یعنی تا 8% دیگه میتونه بره بالا و میشه این نقطه هم یه سودی ازش گرفت. ممکنه استاپلاس هم بخورید ولی خب ارزش داره 2% به 7-8%. فعلا اون حرکت صعودی بزرگمون شروع نشده. ما الان یه الگوی پرچم رو داریم و توی RSI هفتگی تحلیلی که در گذشته انجام دادیم حالت صعودی داریم و به ما سیگنال بای داده. توی استوکاستیک RSI هم همینطور، توی اون هم یه سیگنال خرید گرفتیم و دیگه ببینیم چیا داریم. توی ایچیموکو هم ما سیگنال خرید کوتاه مدت رو گرفتیم. هنوز برای بلند مدت واردش نشدیم ولی احتمال میدم که اونم واردش بشیم. ممکنه اینجا یه مقاومتی داشته باشیم، به سمت پایین حرکت بکنیم، این کانال ممکن دوباره تست بکنیم و بعد بریم بالا. ولی اینجا من نمیتونم به شما پیشنهاد بدم که پوزیشن شورت باز کنید. ممکنه پوزیشن شورت هم باز کنید، سودم بگیرید، ولی ریسک به ریواردش رو من ترجیح نمیدم. ترجیح میدم که پوزیشن لانگ باشه. اگرم یه وقت به استاپ لاس خورد، به هر حال ریسک رو باید انجام داد دیگه. این بازار ریسکه، نمیشه گفت که خب نه یه جا وارد شیم که اصلا استاپ لاس نخوریم. استاپ لاس هم ممکنه بخوریم ولی نقطه خوبیه، میشه وارد شد. تا حدود 71 70 اینطورا میشه وارد شد و ازش سود گرفت. یه نقطه TP1 میتونیم داشته باشیم. TP1 ما میتونه
توی این نقاط باشه، هولوش 69 69500 تا هولوش 70 و بالاتر هم که 71 تیپی دوم میتونه باشه و بعد از اون دوباره میتونیم وارد بشیم و اونم بالاتر قرار میدیم. تو این نقاط میتونیم دوباره وارد بشیم و تارگت بعدی ما باید البته براتون اونو دوباره بهتون میگم که چون دوباره اون قسمت رو باید دوباره تحلیل کنم، فعلا تحلیلش انجام ندم، بهتون میگم که تارگت میتونه کجا باشه. توی RSI هم بهتون گفتیم که چی داشتیم؟ باگرای مثبت داشتیم توی هفتگی. پس طی هفته آینده میتونیم بگیم که بازار کلا صعودی خواهد بود. ممکنه یه اصلاحات اینجا داشته باشیم و ببینیم که چی میشه. توی هفتگی هم بررسی بکنیم ببینیم که توی هفتگی ما چی رو داریم. توی هفتگی ما کندله خوبی داریم میبینیم. یه کندل سبز اینجا داشتیم که یه شادو زده بود و اندازه کندل سبز دوباره داره بزرگ میشه و این نشونه خوبیه توی بازار. هنوز کندل اون بسته نشده، 3 روز دیگه بسته میشه و تا الان که حرکت خوبی رو داشته. کندل اینجا بود تا دیروز و الان به سمت بالا حرکت کرده و این نشون دهنده این که خب فعلا صعودیه. فکر نکنم اینجا دیگه شادو داشته باشیم، این احتمال زیاد شادو نباشه، ولی باز هم ممکنه درصدش خیلی پایین تره، مثلا 20 به 80 و این ریسک رو میشه کرد که بگیم که داره حرکت صعودیمون شروع میشه. توی ماهانه هم داریم میبینیم که شکل کندلا خیلی عادی نرمال هستن و یک کندل اصلاحی داشتیم و دوباره داریم به حرکت صعودیمون ادامه میدیم. این نشون دهنده خوبیه که میتونیم نتیجه بگیریم حرکت روی بالای ما داره شروع میشه. این حرکت تا حدود حداقل 180 روز 200 روز میتونه 180 تا 214 روز میتونه ادامه داشته باشه و این خیلی خوبه. یعنی تو بازار سعودی هستیم. پوزیشن لانگو من پیشنهاد میدم اگر خواستیم بگیریم، حالا تو نقاط مختلف بهتون معرفی کنم و بگیریم. یکی جور که امروز بهتون گفتم. حالا فعلا باید ببینیم که دوباره چی خواهیم دید توی بازار. توی تایم فریم پایین تر هم میبینیم که اینجا یه مقاومت داشته، مشکلی نداره، اوکیه و احتمالاً امروز توی این نقاط باشیم. ممکنم هست که دوباره به سمت بالا حرکت بکنیم. نمیشه گفت خیلی زود باید منتظر همچین حرکت هایی باشیم، ولی 2-3 روز میشه صبر کرد ببینیم که چه اتفاقی میفته. یعنی پوزیشن رو بگیریم 2-3 روز صبر کنیم براش. این پوزیشنی که دارم بهتون میگم پوزیشن ساعتی نیست، پوزیشن روزانه است. کلا من تریدایی که میکنم روزانه است. ممکنه پوزیشنی که میدم 2-3 روز حداقل زمان ببره تا به تارگت بخوره یا مثلا استاپ لاس بخوره. اینا 2-3 روز طول میکشه. لیکویدیشن هیت مپ هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که اینجا چی میبینیم. اینجا توی نواحی 67 تا 68 اینجا نقدینگی زیاده میبینیم. باید ببینیم که اینا رو با چه قدرتی میتونیم بشکنیم. فعلا پایین ولی میبینید که داره یه نقطه خوبی به وجود میاد. ببینید که اینجا اوردراپ یا استاپ لاس ها اینجا هستن و این هم یه نشونه خوبیه. فعلا این نتیجه رو میشه از بازار گرفت که حرکت صعودی ما آروم آروم داره شروع میشه. ببینیم که چه اتفاقایی براش خواهد افتاد. مرسی از اینکه همراه من بودید. امیدوارم که تحلیل من به دردتون بخوره و بتونید که ازش سودای خوبی بگیرید. لطفاً لایک، سابسکرایب و شیر یادتون نره. مرسی از شما.